فصل سوم. دروغ سوم. من به اندازه کافی خوب نیستم. من به کارم اعتیاد دارم. این جمله سنگینه، بنابراین اون رو به آرامی نمیگم. با گفتن اون قلم به درد میاد. اگر بخوام به خودم لطف کرده باشم میگم من یه معتاد به کار در حال ترکم. من فردی معتاد به کار در حال ترکم. اگر هر نوع اعتیاد دیگه هم داشتم باز از گفتن این مسئله ترسی نداشتم. اگرچه از سالها پیش به کار کردن اعتیاد دارم اما حالا معنی این اعتیاد رو میفهمم. در دیکشنری آنلاین من اعتیاد اینطوری معنی شده: شخصی که همه چیزش رو کنار میذاره و خودش رو غرق کار میکنه. کنار گذاشتن. این کلمه بسیار قویه، مگه نه؟ احتمالاً این فقط من نیستم که با شنیدن چنین کلمه‌ای به یاد جنگیری و کشیش و آب مقدس میافتم. کنار گذاشتن کلمه دقیقیه. چیزی درونتون نه رو قبول نداره. درست مثل کاری که بدون فکر کردن انجام داده باشید. آیا من خودم رو وقف کار کرده بودم؟ بدون شک بله. حتی الان که حدود ساعت 5:37 صبح و نشستم درباره اعتیاد به کارم فکر میکنم و مینویسم، باز احساس میکنم به کارم اعتیاد دارم. چون بیدار شدن ساعت 5 صبح برای شمردن کلمات تنها راهیه که به وسیله اون میتونم کتابم رو بنویسم، شرکتم رو اداره کنم و در عین حال از خانواده‌ام حمایت کنم. هنوز هم احساس میکنم با وجود خستگی باید کار کنم. اونقدر کار کنم که بیمار بشم. از دنیای بیرون غافل بشم یا اینکه حتی نتونم چشمانم رو باز نگه دارم. وقتی به مرحله بعدی میرسم با خودم میگم حداقل خوبه این اتفاقات با هم نمیافتن. دلایلی که من به خاطر اونها سخت کار میکنم ساده‌ان. من عاشق کارم هستم. به شدت عاشق اون هستم. افرادی که من با اونها کار میکنم بسیار مهربان، بی‌نظیر و خلاق‌ترین آدم‌های روی کره زمین هستن. افراد گروه من به دقت انتخاب شدن و برای هر پستی اونقدر افراد مختلف گزینش شدن تا من به دقت از میان اونها این افراد رو انتخاب کردم. همه اونها آموزش دیدن تا به من به عنوان رئیسشون بگن چطور باید نقش خودم رو ایفا کنم. چند سالی طول کشید تا این گروه رو تشکیل بدم. وقتی وارد شرکتم میشم و میبینم تمام کارها به خوبی انجام میشه، وقتی یکی میکروفون‌ها رو آماده میکنه، دیگری عکاسی میکنه و بهترین عکسای دنیا رو میگیره و بازاریان قرار ملاقات با بهترین برندهای دنیا رو میذارن، به خودم افتخار میکنم. با تمام وجود احساس غرور میکنم که یک فارغ التحصیل از منطقه دور افتاده تونسته چنین شرکتی رو اداره کنه. علاوه بر این وقتی میبینم همه در رسیدن من به این رویا تلاش میکنند تحت تاثیر قرار میگیرم. همیشه آرزو داشتم وبسایتی رو طراحی کنم تا بتونم به وسیله اون به زنهایی که نیاز به انگیزه دارن کمک کنم. کاری کنم که احساس شجاعت کنن تا بدونن ما دوستشون داریم و به اونها کمک میکنیم تا در کارهاشون همیشه نگرش مثبتی داشته باشن. میدونید نتیجه کار چی شد؟ واقعا موفقیت آمیز بود. وقتی شروع به کار کردم فقط مادر و 2 خاله با وفام مطالب وبسایت منو میخوندن. اما الان تعداد خوانندگان صفحاتم به میلیون‌ها نفر رسیده و همچنان هم در حال افزایشه. خانواده آنلاین من موفقن. اونها رو تحسین میکنم و فکر میکنم اونها هم منو تحسین میکنن. به اینکه شغلی رو از ایده به عمل تبدیل کردم واقعا به خودم افتخار میکنم. هورا! حالا دوباره به خونه برمیگردم. در خونه ساوی و فورد با هم سر قطعات بازی لگو دعوا میکنن. جکسون هم نگرش‌های خاص خودش رو داره که مطمئنم از شخص دیگه‌ای در مدرسه یاد گرفته و اگه یک بار دیگه به من چشم قره بره هر 2 دستش رو قطع میکنم و با اونها توی سرش میزنم. نوزاد خانواده ما در حال دندون درآوردنه و بیتابی میکنه. فردا در مدرسه جشنه اما من فرصت ندارم که در اون جشن شرکت کنم چون سفر کاری در پیش دارم. من و دیو قرار امشب سوار کشتی بشیم. چند هفته‌ای هست که
با هم بیرون نرفتیم. دیروز وقتی غذا رو بسته بندی می‌کردم مقداری از اون به شلوارم مالیده شد و من هم کمی با دیو بحث کردم. میدونید مادر بودن کار سختیه. همیشه به شکلی با این موضوع مشکل دارم. اما وقتی سر کارم چطور؟ اصلاً مشکلی ندارم و کاملاً احساس راحتی میکنم. وقتی سر کارم انسان پر انرژی هستم. در دنیای رسانه مثل بیبروت در زمین بیسبالم که حریفش رو ضربه فنی میکنه. بنابراین وقتی شانس انتخاب بین بودن در خونه یا بودن در محل کارم رو دارم، محل کارم رو انتخاب میکنم. کار 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 و بازم کار. هر وقت در کارم موفق میشم این موفقیت رو به حساب انتخاب درست خودم میذارم. ولی کمی صبر کنید. موارد دیگه‌ای هم هست. هیچ کس نمیدونه که بزرگترین مشکل من چیه. من فرزند 4م خانواده هستم. و در دوران کودکی من زندگی مشترک والدینم به شدت با مشکل روبرو شده بود. با اینکه من کوچکترین عضو خانواده بودم، بیش از همه اعتماد به نفس داشتم و فکر میکنم برای همین به شدت نادیده گرفته میشدم و هیچ کس به من توجه نمیکرد مگر زمانی که کار خوبی انجام میدادم. مثلا وقتی نمره بالایی در امتحاناتم میگرفتم، اگه در مسابقات ورزشی گل میزدم، اگر در تئاتر مدرسه نقش خوبی ایفا میکردم، وقتی موفق بودم مرکز توجه دیگران بودم. احساس غرور میکردم، اما وقتی تماشاچیان دیگه منو تشویق نمیکردن، همه چیز به حالت قبل برمیگشت. این شرایط باعث میشد من به عنوان یک کودک حس کنم وقتی میخوام دوست داشته بشم و مورد توجه دیگران قرار بگیرم باید کاری بکنم. خیلی زود به سن 30 سالگی رسیدم و همونطور که میبینید دیگه نمیتونستم سر جام بشینم و دائم در حال جنب و جوش بودم. وقتی به هدفم میرسم فقط به همون لحظه و همان ثانیه فکر میکنم و بعد به این فکر میکنم که در ادامه چیکار کنم. به هر هدفی که میرسم خواه بزرگ باشه یا کوچیک جشن میگیرم، چون فکر میکنم بعد از این هدف حتما میتونم به هدف دیگه‌ای هم برسم. وقتی سر کارم هستم تمام فکرم به کارم مشغوله و وقتی به خونه برمیگردم ظرف‌ها رو میشورم، کابینت‌ها رو تمیز میکنم و فهرستی از کارهایی که باید انجام بدم و تهیه میکنم که شاید همه اونها رو نتونم در این زندگی و حتی زندگی بعدیم هم انجام بدم. با همین مطالب به خوبی میفهمید که من به کارم اعتیاد دارم، اما این مسئله رو اصلاً نمیتونستم قبول کنم. اصلا فکر نمی کردم این ویژگی به شدت به خودم و خوشبختی خانواده‌ام آسیب برسونه. اولین بار که دچار فلج عضلات صورتم شدم 19 سالم بود. سال بسیار بدی رو با دیو پشت سر گذاشته بودم و در پایان راه بودم. دیو خیلی از من دور شده بود. دیگه رابطه ما هم مثل قبل نبود. دیگه برگشتنش رو حس نمی کردم. نگران و عصبی بودم و با این نگرانی زندگیم رو ادامه میدادم. خودم رو بیش از حد غرق در کار کرده بودم. بیش از حد توانم کار میکردم. اصلا نمیفهمیدم چه بلایی سر خودم میارم. به خودم میگفتم شاید اگه به حادثه بدی فکر نکنم اون اتفاق هرگز رخ نمیده. یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم چشم چپم نیم ثانیه دیرتر از چشم راستم پلک میزنه. فکر کردم شاید به خاطر خستگی کار باشه و باید عینک بزنم. عصر زبانم مورمور شد و بعد کاملا بی‌حس شد. به دکتر رفتم و نگران بودم که شاید سکته کرده باشم. اولین بار بود که اسم فلج بل رو میشنیدم. در گوگل جستجو کردم و فهمیدم فلج بل فلجیه که اعصاب کنترل کننده حرکات مایچه‌های صورت رو درگیر میکنه. تا چند روز نمیتونستم چشم چپم رو ببندم و دهانم رو حرکت بدم. کلاً سمت چپ صورتم فلج شده بود. نمیدونم چرا یک طرف صورتم اینطوری شده بود، ولی این اتفاق باعث شده بود جذاب‌تر بشم. روی چشم چپم چشم بند زده بودم و این کار باعث شده بود جذاب‌تر بشم. رویای یه دختر 19 ساله این بود که مثل یک ناخدای یک چشم دیده بشه.
بریده حرف میزدم چون نمیتونستم لبهام رو حرکت بدم. حرف زدن برام دشوار شده بود. وقتی غذا میخوردم مجبور بودم با انگشتانم دهانم رو ببندم تا غذا از دهانم بیرون نریزه و روی زمین هم پخش نشه. آسیب بافت عصبی بسیار دردناک. اون زمان برای خودم تأسف میخوردم. اگرچه این اتفاقات به 15 سال قبل مربوط میشه، اما خوب به خاطر دارم وقتی جلوی آینه میرفتم و میدیدم چقدر زشت شدم چه احساس بدی داشتم. از خط چشم کشیدن و ریمل زدن متنفر بودم. انگار آرایش کردن فلج صورتم رو مخفی میکرد، ولی هر بار که آرایش میکردم گریم میگرفت. اون روزها دائم نگران بودم و برای همین هر روز لاغر و لاغرتر می شدم. دکتر می گفت مشخص نیست که فلج صورتم چه موقع خوب بشه. چند روز یا چند ماه طول بکشه یا دائمی باشه. وقتی به گذشتم فکر می کنم می بینم که اصلا آدم مغروری نبودم. تا این سن آرایش چندانی نکردم و موهام رو به صورتهای مختلف نبستم. فلج صورتم باعث شده بود بفهمم چه شکلی هستم. به شدت افسرده شده بودم و فقط برای رفتن به سر کار از رخت خوابم بیرون می اومدم و بعد از کار هم بلا فاصله به خانه برمی گشتم. گاهی به پیشنهاد دوستانم بیرون می رفتم. وقتی نمی تونستم به خوبی حرف بزنم متوجه نگاه دیگران و دلسوزی هاشون می شدم. در همین روزها بود که بالاخره اتفاقی که از اون وحشت داشتم رخ داد. دیو رابطش رو با من قطع کرد. هرچند قطع رابطه با دختری که صورتش فلج شده بود برای دیو کار آسونی نبود، ولی باید بگم گاهی اوقات همه ما برای روشن شدن تکلیفمون کارهای احمقانه‌ای می‌کنیم. وقتی دوباره با هم آشتی کردیم اون موقع هنوز صورتم فلج بود. دیو دوست فوق‌العاده‌ای برای من شده بود. 1 ماه بعد که فلج صورتم کمتر شد و از بین رفت خیلی خوشحال بودم. احساس خوبی داشتم که بدترین اتفاق زندگیم رو به خوبی پشت سر گذاشتم. چند سال بعد من و دیو تصمیم گرفتیم به اروپا سفر کنیم. اون روزها هنوز بچه‌ای نداشتیم و میتونستیم به دنبال برنامه‌های رویایی خودمون مثل سفر به اروپا باشیم بدون اینکه مسئولیت خاصی داشته باشیم. فقط باید بلیط هواپیما تهیه می‌کردیم و با مخفی کردن پاسپورت هامون زیر لباس هامون، چون شنیده بودیم دورگردها ممکنه پاسپورت هامون رو بدزدن، به دیدن کلیساهای قدیمی می‌رفتیم. خدای منو ببخش. در فلورانس همه چیز همونطور بود که از ایتالیا تصور می‌کردم. پاستا می‌خوردیم و روی سنگ فرش خیابون‌ها راه می‌رفتیم و بعد از ظهرها به رویا پردازی درباره آینده‌مون می‌گذشت. برای بچه‌های به دنیا نیامده‌مون اسم انتخاب می‌کردیم. سفر به ایتالیا عاشقانه ترین سفر زندگی من بود. چند روز بعد که به ونیز رسیدیم دوباره بی‌حسی زبانم کم کم شروع شد. در یک هتل ایتالیایی بودم و گریه می کردم چون می دونستم دوباره فلج صورتم برگشته. تعطیلاتمون با رفتن به دکتر در کشوری غریب خراب شد. چطور می تونستم با دفترچه 2 زبانه انگلیسی ایتالیایی به دکترم بگم چشم بند نیاز دارم. این مضحک ترین تجربه زندگی من بود. با امیدواری و خنده سعی می کردم این مشکل رو پشت سر بذارم. من و دیو با کلی خنده در مورد مشکلم حرف می‌زدیم و جوک می‌ساختیم. مثلا من کارهای سمی دیویس رو تقلید می‌کردم و درباره دزدان دریایی جوک می‌گفتیم و خنده‌هامون تمومی نداشت. تا اینکه بالاخره به پاریس رسیدیم. پاریس جایی بود که آرزوی اون رو داشتم. ولی دیگه جوک‌هامون منو شاداب نمی‌کرد. وقتی از میدان شاندومارس رد می‌شدیم یادم اومد چقدر دوست داشتم جلوی برج ایفل عکس بگیرم. ولی این عکس منو همیشه به یاد بیماری میندازه. هیچ وقت به اندازه اون لحظه برای خودم متاسف نشدم. در اون عکس قدیمی میتونین اون رو در گوگل پیدا کنید. من از اینکه عکس هامو به اشتراک بذارم ترسی ندارم. لباس گرمی پوشیده بودم و جلوی برج ایفل ایستاده بودم و برای دیده نشدن چشم بندم عینک آفتابی زده بودم. و چون فقط میتونستم با یک طرف صورتم بخندم اصلا لبخند نزدم. وقتی به خونه برگشتیم پزشک علائم یه بیماری وخیم‌تر رو در من تشخیص داد. اون به من گفت که نزد یک عصب شناس برم تا مطمئن بشم فلج صورتم نشونه یه بیماری شدیدی نباشه.
بعد از اون که دکترها نتونستن توموری در مغزم پیدا کنن، فکر کردم تشخیص خوبی دادن. هر دوبار که فلج شده بودم دچار استرس شدیدی شده بودم. من هم مثل بسیاری زنان بیمار زیاد کار میکردم و به سلامتی خودم توجه نداشتم. وقتی به سفر عاشقانه‌ام رفته بودم برای بار دوم به فلج مبتلا شده بودم. دیو به من گفت این اولین تعطیلاتی بود که در طول 3 سال با هم داشتیم. من چون حرفه جدیدم رو تازه شروع کرده بودم سرم خیلی شلوغ بود. سعی می‌کردم خودم رو نشون بدم. من و دیو به شدت تلاش می‌کردیم بچه دار بشیم ولی نمی‌شد. به جای اینکه بتونم استرسم رو کنترل کنم، وظایف و مسئولیت‌های خودم رو بیشتر می‌کردم. بدن ما واقعاً معرکه و کارهای خارق‌العاده انجام میده. بدن ما میتونه به ما همون چیزی رو بگه که آرزوی شنیدنش رو داریم. اما اگه به حرفای بدنمون گوش نکنیم و فقط کار کنیم، حتما از کار میفته تا خودش به خواستش برسه. 3 سال پیش بود که نشونه‌های سردرد در من ظاهر شد. نمیتونستم به خوبی دیدن رو متمرکز کنم. بیشتر اوقات حالت تعب داشتم. فکر میکردم به خواب بیشتر و نوشابه رژیمی کمتری نیاز دارم. ولی حالم بدتر شد و من میترسیدم. اون موقع بود که تصمیم گرفتم به پزشک مراجعه کنم. نزد پزشکان زیادی رفتم. پزشک داخلی، متخصص آلرژی، متخصص گوش و حلق و بینی، ولی هیچ کس علت بیماری منو نمیتونست تشخیص بده. خوب غذا میخوردم، سالم بودم، میدویدم، ولی هیچ کس نمیتونست بگه چه مشکلی دارم. دکترها میدونستن سرگیجه دارم ولی علتش رو نمیفهمیدن. تا اینکه متخصص گوش و حلق و بینی گفت شاید سرگیجه فصلی دارم که ناشی از آلرژیه و از اونجا که کسی نظر بهتری نداشت همین رو قبول کردم. هر روز طبق توصیه پزشکی قرص آلرژی می‌خوردم. حدود 1 سال بود که گاهی اوقات که سرگیجه‌ام شدیدتر و حالم بدتر می‌شد 2 تا قرص می‌خوردم و این باعث می‌شد به شدت خواب‌آلود بشم ولی حداقل سرگیجه‌ام از بین می‌رفت. 1 سال تمام به خوردن قرص‌های آلرژی ادامه دادم و قبول کرده بودم که زندگی دور سرم میچرخه. به خودم میگفتم اصلاً مهم نیست، بذار بچرخه. نوشتن این جمله شاید احمقانه باشه ولی از نظر من این کاملاً منطقی به نظر میرسید. حدود 2 سال پیش چیزهایی رو درباره یه روان درمانگر که در زمینه درمان سرگیجه تخصص داشت شنیدم. تا به اون زمان نزد روان درمانگر نرفته بودم. اگه کسی به من میگفت میتونم حالت تعب دائمی رو با قربانی کردن یا جادو درمان کنم، قطعاً به دیدن اون میرفتم. پس به دیدنش رفتم. موهای دنبه اسبی داشت. لباس نخی پوشیده بود و یک مجسمه بزرگ پشت سرش قرار داشت. تمام مدت به من نگاه میکرد و حرف میزد. سعی میکردم بیهوش نشم. همه چیز رو براش تعریف کردم. روند بیماری و تأثیراتی رو که بر من گذاشته بود. درباره احساساتم و کودکیم پرسید. از خودم میپرسیدم چرا دارویی برای من تجویز نمیکنه و چرا همچنان در مورد استرس از من سوال میکنه و چرا کلکسیون کریستال داره. قبل از دیدن اون فکر میکردم روان درمانگر توصیه میکنه که شکر مصرف نکنم یا خدایی نکرده در طول روز اصلا غذا نخورم تا به چاکراهام آسیب نرسه. بعد از 2 ساعت تمام حرف زدن بالاخره حرفای منو قطع کرد و گفت دیگه هیچی نگو. فهمیدم. اون روزها استرس کاری شدیدی داشتم. اون به من گفت که اولین بار سرگیجه‌ام به خاطر فشار کاری زیاد سراغم اومده و هر بار اونقدر شدیدتر می شده که سرم رو در بالش فرو می بردم. چرا که استرس من روز به روز بدتر می شد. سرگیجه من واکنشی فیزیکی بود. واکنش فیزیکی در مقابل مشکلات احساسی. نمیدونستم بدنم میتونه چنین کاری بکنه. اون زمان من هم مثل دیگر زنان در مورد مراقبت از خودم چیزهایی شنیده بودم. ولی من در روستا بزرگ شده بودم و برای تولد 13 سالگیم یک تفنگ ساچمه‌ای هدیه گرفته بودم. اگرچه 14 سال بود که دیگه در لس آنجلس زندگی می کردم ولی تأثیرات زندگی دوران کودکی من بسیار عمیق بود. حرفای اون درمانگر مثل آب سردی بود که روی من ریخته شد.
وقتی حقیقت رو شنیدم دلم میخواست هر چه زودتر بدونم چگونه میتونم خودم رو درمان کنم و به حالت عادیم برگردم. اون گفت به خونه‌ات برگرد و کاری نکن. به خونه برو و کاری نکن. بشین تلویزیون تماشا کن و روی مبل دراز بکش تا اینکه بفهمی دنیا بدون تو ویران نمیشه. همین کار رو هر روز تکرار کن. باور کنین راست میگم. دلم میخواست از شنیدن حرفاش بالا بیارم. دیوونگی محض بود. اینکه بشینم و کاری نکنم واقعاً قلقلکم میداد. من حتی وقتی در خونه هستم دائم در حال کار کردنم. حتی وقتی فرزندانم به کمک نیازی ندارن خونه رو تمیز میکنم یا دکوراسیون رو عوض میکنم. اون از من پرسید اگه تکون نخورم چی میشه؟ سرم رو از شدت ترس تکون دادم و تصویر کوسه‌ای رو دیدم که جنازش روی اقیانوس شناور شده بود. فقط گفتم مطمئن نیستم نتیجه بدی داشته باشه. حال که صحبت لحظه حساس و کسی شد که آینه‌ای رو در مقابلتون گرفته و به شما میگه کسی نیستید که فکر میکنید، بذارید بگم که من روزهای زیادی صرف این میکردم که به زنها یاد بدم زندگی بهتری داشته باشن. تمام این مدت فکر میکردم میتونم این کار رو بکنم، اما قبل از هر کاری یک زن باید بتونه به خودش رسیدگی کنه. من به تغییر عمده‌ای در زندگیم نیاز داشتم. مجبور بودم ساعت کاریم رو کم کنم. از ساعت 9:30 تا 4:30 سر کار بودم، ولی وقتی فهمیدم در دنیای خارج چه میگذره شوکه شدم. مجبور بودم استراحت کنم، بشینم و تکون نخورم. به شدت عصبانی بودم. به طور داوطلبانه در پناهگاه افراد بی خانمان کار میکردم. در کلاس هیپ هاپ هم ثبت نام کرده بودم. عاشق کلاس هام بودم. مثل بچه‌ها فقط میخندیدم و از صلح و آرامش لذت میبردم. دیگه زیاد کافئین مصرف نمیکردم. با فرزندانم بازی میکردم و روند درمانم رو ادامه میدادم. بعد پا رو فراتر گذاشتم. دعا میکردم. با آیه‌هایی رو در انجیل پیدا میکردم که درباره شفا یافتن بود. با دوستانم شام میخوردم و با همسرم قرارهای عاشقانه میذاشتم. هر از چندگاهی این کار رو تکرار میکردم که دیگه به موفقیت‌های بعدیم فکر نکنم و از آرامش زندگی لذت ببرم. برای موفقیت هام جشن میگرفتم، اما نه جشن و مهمونی‌های بزرگ. قدر موفقیت‌های کاریم رو میدونستم و باور داشتم حتی اگر روزی کارم رو از دست بدم بازم حالم خوب خواهد بود. انجیل میخوندم و باور داشتم به اندازه کافی خوب هستم. اینکه یاد بگیرید استراحت کنید مثل هر کاری در حال پیشرفت هستید. مدام در حال جنگ با نقشه‌های قبلیم بودم. اولین راه حل این بود که بپذیرم مشکل دارم. 2 سال پیش به چنین نتیجه‌ای رسیدم. قبول کردم که معتادی در حال ترک هستم. در ضمن یاد گرفتم که آفریده خداوند و بنده اون هستم و این از همه چیز مهمتر بود. چیزهایی که به من کمک کردن: 1. درمانم رو ادامه دادم. اولین چیزی که در لیست کارهام دست به انجامش زدم همین بود. با کمک روانشناسم بود که به رابطه بین ناامنی دوران کودکیم و دستاوردهای بزرگسالیم پی بردم. نمیتونم بگم حتما سراغ روانشناس برید. اگه مثل بیانسه ثروتمند بودم هزینه جلسات روانپزشکی تمام زنان رو به عهده میگرفتم. از دوستانتان بخواید همه روانشناسان خوبی رو که میشناسن به شما معرفی کنن یا از متخصص زنان بخواین این کار رو بکنن. پزشکی که اندامهای زنانه شما رو بشناسه میتونه مشاور خوبی هم باشه. 2. به دنبال لذت و خوشی رفتم. به همون اندازه که کار میکنید به دنبال استراحت هم باشید. به مسافرت برید و به خیس کردن شلوارتون بخندید. قدم بزنید، به دوستانتون تلفن بزنید، نوشیدنی بخورید، به حمام برید یا یک نهار مفصل بخورید. وقتی برگردید باز کارتون سر جاشه. کمی فاصله از کار شما رو شارژ میکنه و میتونید انرژی لازم برای کارهایی که باید انجام بدید و به دست بیارید. 3. لیستم رو از نو نوشتم. وقتی از زنان میخوام اولویت‌های مهم زندگیشون رو به من بگن، بیشتر اونها بلافاصله و بدون مکث میگن همسر، فرزند، کار، اعمال دینی و غیره. البته این کارها در افراد مختلف ترتیب مشخصی ندارن، ولی اولویت‌های همه تقریباً یکسانه.
میدونید چیزی که در لیست اولویت‌های زنان به ندرت دیده میشه چیه؟ بله، خودشون. بیشتر اونها به خودشون توجه ندارن، در حالی که مهمترین گزینه باید خودشون باشن. آیا به اندازه کافی میخوابید؟ آب و غذا به مقدار کافی میخورید؟ از خودتون به خوبی مراقبت میکنید؟ اگه این کارها رو نکنید نمیتونید از دیگران مراقبت کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای عدم فرار از مشکلات اینه که با سر به سراغ اونها برید و با اونها روبرو بشید.